الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله. سلام و صد سلام خدمت شما خوبان، سلامی از وصال. راستی معنای دین نزد شما چیه؟ دین یعنی نماز، یعنی روزه، یعنی حج رفتن، یعنی زکات دادن، خب یعنی جهاد رفتن. همه اینا دینه، بله، اما اینا خب عبادت های دینه. دین که معناش تنها این نیست. دین راه و رسم زندگی است. عبادت ها جزئی از راه و رسم زندگی است. یعنی این قسمتی است که حق خدا، حالا بگیم که بر من و شماست. خب جامعه هم بر من و شما حقی داره، زن و فرزندمون بر من و شما حقی دارن، خیشان بر من و شما حقی دارن، اصلا طبیعت و زندگی واسه من و شما حقی داره. آیا ما حق همه رو باید ادا کنیم؟ بله دیگه. ضایع کردن حق کسی به نفع کسی دیگه، این که دیگه نشد دین، این شد دیگه ظلم به دیگران. یه روز سلمان فارسی و ابودردا رضی الله تعالی عنهما، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بین این دوتا پیمان برادری بسته بود. اینا با هم برادر بودن. خب سلمان یه روز رفت خونه ابودردا، دید که خانم ابودردا همچنین ژولیده پولیده افتاده، همچنین نه لباس درستی، نه آرایش درستی، نه شکل و قیافهش به خودش رسیده، هیچ. اصلا این چه وضعیه؟ گفت ام دردا چی شده؟ خیر. ام دردا خب درد خودشو هم داره ها. ابودردا اصلا بهش توجهی نمیکنه، اصلا ابودردا غرق عبادته. خب ام دردا هم که نمیتونه اینو بگه که بله برادرت به من نمیرسه. گفت که ابودردا به هر حال مشغول عبادت هست، تو این دنیا دیگه دلش به دنیا نیست. سلمان که خیلی زرنگ بود موضوع رو گرفت. عجب. خب خودش رو دعوت اجباری کرد پیش ابودردا. ابودردا من پیشت مهمون. گفت قدمت رو چشم برادر. خب اومدند، ابودردا ناهار آورد. بفرمایید میل بفرمایید. گفت خب شما هم بشین میل بفرمایید با هم. گفت نه من با اجازه شما امروز روزه‌ام. بله من مهمونتم، شما روزه‌ای؟ نشد ابودردا، بشین با هم غذا بخوریم. با خدا لب به غذات نمیزنم، چون خودت روزه من بیام غذا بخورم. نشد، میشینی با من غذا بخوری. خب بذار با هم افطاری بخوریم. نه خیر من خیلی گشنمه، الانی باید بخوریم. ابودردا هم خب از صبح که من روزم، اما خب چه کار کنم دیگه، داداشه سلمانه دیگه، حرف سلمانو که نمیشه زمین زد. خب ابودردا هم نشست. خب باشه روزه نفلی از فردا که خب روزه میگیرم. نشست با سلمان غذا خوردن. اون روز به صورت به این صورت گذشت. شب که شد من که نمیخوام برم خونه، من خیلی خوشم اومده خونه شما موندم. ابودردا قدمت رو چش برادر. خب شب هم بفرمایید جا رو درست کردن، شام خوردند. ابو سلمان بفرما بخوابید، این رخت خواب شما. گفت من میخوام که تو هم کنار من بخوابی، اینجا همینجا راه خواب خودتو بذار. ابودردا هم خوب رفت خواب خودش رو. گفت که خب شما بگیر بخواب، چند رکعت نمازی بخونم. گفت نه من که نمیتونم بخوابم، تو اینجا بچ کنی. نه خب من اونجا میرم نماز. نه خیر باید اینجا بخوابی، من اصلا کیف میکنم که خورپوف خودتو بشنوم. ای بابا دست بردار سلمان جان، نه خیر باید اینجا بخوابی. زورکی خوابوندش. خب ما هم ابودردا هم یه چشش باز یه چشش بیدار ببینه که سلمان چه کار کرد. سلمان خوابش برد. اونم بلند شد یواشکی که بره نماز. نه سلمان باز صداش زد. ابودردا بگیر بخواب، وقت نماز که نیست الان. ای بابا سلمان جان دست بردار، عبادته، من میمیرم میخوام چیزی دستم باشه روز قیامت. نه خیر منم میمیرم، منم میخوام چیزی دستم باشه، باید بخوابی. و هی ابودردا بلند میشد، هی سلمان میگیرید میخوابوندش، هی ابودردا بلند میشد. آخر شب که شد دیگه حالا بلندش کرد که ابودردا جان بلند شد، الان وقت تهجد. و شروع کردن نماز تهجد خوندن. حالا ابودردا همچنین تو دلش ناراحت، روزمو خراب کرد. این دیگه چه برادری و چه مهمونی شد، روزمو خراب کرد، نگذاشت قیام اللیل بکنم. این شب دراز رو من باید به عبادت مشغول می بودم. اما خب چیکار کنه دیگه، سلمانه. بعد رفت صبح روز رفتن نماز فجر، دلش طاقت نآورد،
رفت پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم. یا رسول الله شما نمیدونید که این سلمان چیکار با من کرده؟ چیکار کرده ابودردا جان؟ هیچی یا رسول الله، دیروز روزمو خراب کرد، دیشب هم نماز تهجدم رو خراب کرد. بعد که اومدم بهش میگم چرا این کار میکنی، میگه که ابودردا ان لربك عليك حقا، ان لنفسك عليك حقا، ان لزوجك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. خدات بر تو حقی داره، خانمت بر تو حقی داره، زندگیت بر تو حقی داره، بچه‌هات بر تو حقی دارن، خب و جسم خودت بر تو حقی داره. حق هر کسی رو باید ادا کنی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی این حرفو شنیدن گفتن ابودردا سلمان راست میگه، باید اینطور بود، باید حق همه رو ادا کنیم، نه اینکه یه جزء از حق رو ادا کنیم حق 10 نفر دیگه رو ضایع کنیم. آیا واقعا ما زندگی رو مثل پدرمون سلمان فهمیدیم؟ اگه نه بیایید با هم بگیم صدق سلمان. سلمان جون ما فهمیدیم، پیامتو گرفتیم، انشالله حق هیچ کس رو ضایع نمی کنیم، نه حق خدامونو، نه حق خانوادمونو، نه حق همسایه‌مونو، نه حق پدر و مادر رو، نه حق دوستانو و نه حق جامعه رو. ما بر راه سلمان به پیش.